سلام. هدیه قرآنی من به مخاطبان عزیز این برنامه در این روزهای مبارک و عزیز اشاره به آخرین فرازهای نازل شده قرآنه. همیشه آخرین ها اهمیت ویژه خودشون رو دارن در سخنرانی، در کتاب، در مقاله. خیلی مهمه که بدونیم بعد از 20 یا 23 سال نزول وحی، این کتاب آسمانی که آخرین کتاب آخرین پیامبر عالم انسانی هم هست، با چه فرازهایی به پایان رسیده. فرازهایی که در حدود کمتر از 3 ماه به وفات پیامبر نازل شدند. در آخرین حج پیامبر در سوره موسوم به سوره مائده که نام بسیار پرمعنا و مرتبطی هم داره. آیات فراوانی در این سوره هستند که بسیار شناخته شده هستند، آیاتی که ما رو با مفهوم امامت، ولایت، میثاق آشنا میکنن. در این سوره هشدارهای زیادی داده شده به مسلمان ها درباره اینکه مسیر آیندهشون رو چطور باید تعیین بکنن تا دچار انحرافاتی که یهودیان و مسیحیان شدن نشن. چیزی که میخوام در این هدیه خودم بگم، علاوه بر این که تأکید بکنم دقت در این سوره چقدر میتونه ثمر بخش باشه و پرفایده باشه و الهام بخش باشه، اشاره به فراز نخستین این آخرین سوره قرآنه که این فراز اتفاقا در تمام این سوره هم مکرر به زبانهای مختلف تکرار شده. عبارت پرمعنای بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید و پیمانهاتون پایبند باشید و وفادار باشید به اینها. این عقود مفهوم بسیار عامی است، از عهدهای شخصی انسان، از قرارهای شخصی انسان، از معاملات، ازدواج و ارتباطات رو در بر میگیره تا پیمانهایی که مردم با حاکمانشون دارن و حاکمان موظفن طبق اونها عمل بکنن، تا پیمانهایی که انسانها با خود خداوند دارن و در این سوره بر اونها هم تأکید شده. همه اینها رو در بر میگیره. امیدوارم که ماه مبارک ماه تعمق در کتاب الهی باشد.